اول در قرآن عظیم الشان وقتی که آیات قرآن میخوانی در صفحه اولش سیاست هست نیست. بعضی کسا با قرآن کافر میشه نمیفهمن. در صفحه اولش الله میگه الحمدلله رب العالمین. رب کسی است که خلق کننده است، روزی دهنده است، تعیین کننده ارزش ها، تعیین میکنه که چی حلال است، چی حرام است، چی حق است، چی باطل است، چی درست است، چی غلط است. سیاست چی است؟ سیاست فهم اینمی ارزش ها هست. اینمی ارزش ها را مطابق اینمی ارزش ها تو حکومت بسازی. بعضی کسا میگن سیاست چی هست؟ از دین است. پس وقتی که جدا از دین شد الحمدلله رب العالمین کجا رفت؟ اگر سیاست فن حکومتداری هست، هنر حکومتداری هست، امی حکومتداری را به عقل خود بکنی یا مطابق کتاب الله بکنی؟ کتاب الله هست. اگر مطابق عقل خود بکنه هر کسی حکومت جور میکنه به منفعت خود، بدل خود، به سیستم خود. اما اگر او رو مطابق کتاب الله بگویم باز الله متعال میگه که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این شما که تقسیم بندی های قومی و زبانی و لسانی و منطقوی و تراشنین کلش به خاطر معرفت است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. امروز هم سیاه‌پوستا در امریکا از خاطر یک ای که چهرهشان سیاه هست در جنجال نیستن. ها؟ یک اندو یک کتاب نوشته کرده درباره محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. او چی نوشته میکنه؟ میگه 14 قرن قبل را محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من اون دوستم، لکن میگه من فهمیدم که پیغمبر بر حق است. به خاطر چی؟ میگه 14 قرن قبل در بین چند هزار سفید پوست، چند هزار عرب، چند هزار قریشی، چند هزار اعضای خانواده پیغمبر به خاطر که بر کل از اینا بفهمن که اساس کرامت در ایمان و عقیده هست، در قوم پرستی و حتی که در قوم پیغمبران باشی کرامت تو وقتی است که تو به وحدانیت الله ایمان داشته باشی. در بین کل از اینا میخیزه این پیغمبر با عظمت یک سیاه‌پوستی که به نام بلال حبشی است. بر از اون میگه که ای بلال برو اولین اعلان حکومت نبوی را که مؤسس از رسول الله صلی الله علیه و سلم است به بالای مقدس ترین جایی که کعبه است تو انسان سیاه‌پوست اعلان بکن. پس این سیاه‌پوست میره در سر کعبه که مقدس جای است، بلندتر از حتی شخص پیغمبر و صحابه و تابعین و بزرگا و بسیاری مردمان. بعد از بعضی کسایی که مثلا هنوزم فکر قوم پرستی در کلیشان است ورش میگه که محمد چی کرد صلی الله علیه و سلم؟ یک سیاه‌پوست سر بام کعبه بالا میکنه. این ورش میگه که ای مردم، انسان ها پیش الله متعال مثل دندانه های شانه هست. مثل چی ورست؟ دندانه های شانه. لا فضل لعربی علی عجمی. هیچ فضیلت نداره عربی بالای عجمی و هیچ فضیلت نداره سفید پوست بالای سیاه پوست. کلکم من آدم و آدم من تراب. کلتان از آدم هستین و آدم علیه السلام از چی پیدا شده؟ پس اصل کل ما و شما یک چیز است، هیچ تفاوت نیست. بلال بزرگترین شخصیت اسلامی هست و همینجا هست که تمام صحابه میفهمن. امیال ما و شما نام بلال سیاه‌پوست حبشی رو سر اولاد خود میمانیم نمیمانیم؟ خوش داریم یا نه؟ چرا نام بشید ابو لهب نماندی؟ ابو لهب میگه تو مقبول بود، کمکایش سرخ میزد. از این خاطر ابو لهب میگفتن میگه کمایش از که سفید است میگه سرخ میزد. لكن الله متعال گفت که تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب. خانمش هم از ابو لهب پیروی میکرد. میفنه او خانمی که با ارزش است و خانم فرعون است که پیروی از شوهر کافر خود نکرد. این خانمی که از شوهر بیدین و کافر خود پیروی میکنه این هم که تجارتش دوزخ داخل میشن. و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. این درس که از برکت گفته میشه که میخواه بفهمه، اینال در اسلام که است حاکمیت تشریعی اجتماعی است که او رو ما چی میگیم؟ نظام اجتماعی اسلام. در نظام اجتماعی اسلام الله قانون تعیین کرده، متوجه هستید؟
برات میگه که خواسته باشی یا نخواسته باشی باید به اینمی تسلیم شوی. اگر تسلیم نشی تو مسلمان نیست. چی از نظام اجتماعی هستی؟ حقوق زن، حقوق مرد، حقوق پدر، حقوق اولاد، حقوق همسایه، حقوق شهروند، حقوق انسان، حقوق حیوان، حقوق نبات. کل از این حقوق در کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین شده. وقتی تو میخوای یک جامعه اسلامی بسازی، میگه به خاطر این جامعه اسلامی باید مرد با زن ازدواج، نه مرد با مرد. اگه کس میگه من اینمی قانون قبول ندارم، نه، ما میخوایم که مرد با مرد هم ازدواج بکنه. اگر کس بگه امی قانون من تغییر میتم، این نفر کافر است. با چی کافر شد؟ با قانون اجتماعی الله کافر میشه. چرا در مقابل آیت تکرار کرد و کلگی میگه که اگر یک نفر از یک آیت قرآن منکر میشه، یک آیت قرآن قبول نمیکنه، کافر میشه نمیشه؟ ولی یک نفر میگه من ازدواج مرد با مرد قبول دارم، عقیده من است که باید آزاد باشه مردم با هر چیزی که خواست. نه، اینجا مسئله آزادی نیست، اینجا مسئله حاکمیت تشریعی الله هست. در چی؟ در نظام اجتماعی الله. متوجه شدین؟ باز نظام اخلاقی هست. یگانه که مشرک اخلاقی است. مشرک چی است؟ اخلاقی. مشرک اخلاقی کدوم یکی است؟ مشرک اخلاقی است که آیاتی که الله متعال درباره اخلاق گفته ای را قبول نمیکنه. و انک لعلی خلق عظیم. اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم چی بود؟ قرآن بود. یک نفر حیا را قبول نداره، یک نفر حجاب قبول نداره، یک نفر ستر قبول نداره، یک نفر میگه من ستر عورت قبول نداره. آیات و احادیثی که در راستای اخلاق آمده و ایره بگه من قبول ندارم. اما اگر قبول میکنه از پیشش اشتباه میشه. بازی رو علما میگن که در گناه کسی کافر نمیشه، ولو گناه چی باشه؟ کبیره باشه. یعنی عقیده اهل سنت هم است در گناه کبیره کسی، اما در انکار اینو جحود میگن. در کل علما میگن که انسان چی میشه؟ کافر میشه. و این بار بار تکرار به خاطر از میگن که انسان باید بفهمه که مده اینی تو نیست که مثلا اگر این آدم میفهمه آدم خدا مفتی جور بکنه و بخیزه او رو بگه ولد چطور رسی شدن. نه، آدم از خود شروع کنه. باشه همین عیب در وجود خود من نباشه.